السلام علیکم، سلام و درود بر بینندگان کانال ما. سلامت باشه، زنده باشه که تماشا میکنه. برادر عزیز، همین چند وقتی دم کرده استم نشیده است از قریب میکفم ده. همین وقتا اخیر چند وقتی در همین کامنتاری ها همین ژ در جان مزد در کانال ما تماشابینای قرغز بسیار شدگیان. همین کجایی که نمیگذاری حرف ژ هست، ژرگان ژ نمیچی باید حرف ژ را در نستورکی های کانالمون در فیلتر مونیم که در جان مزدن. ویدیویی که در قرغیزو نوشتم برادر عزیز، او به هم طرف میاد قرغیزو میگنش، هم طرفا یا قرغیزو نیست، قرغیزستان هم نیست، فقط قرغیزو میگن، بعد غرمو میگن، بعد ونجو میگن. همین خیلی درار هم خیلی نام کردگیان، اساسی تاجیکو نام داره. با همون خاطر گفتگی که همون طرف میاد در کلانه درازه با همون خاطر. و قرغیزو همون سرلوحه ویدیو را دیدن قرغیزو نوشتگی در کامنتر ژر گفته گشتن که اوخی که نمیفهمی خب بیست همیشه که داری در جاگون گفیزتی بزنی. هم خیلی نه برادر برادر عزیز، حرکت ها بسیارن حرکت کرده استیم. نصیب باشه ایتیرمو و تابستون ایتیرمو یک تصمیم راه اندازی میکنیم. دیدیم که نواری که هر تاجیک یک درخت با مردم معقول شد برادر، همین را حرکت میکنیم در دل مردم میاندازیم که هر یک آدم باید درخت بشنونه، هر کی جایی نباشی. شرط نیست با من تماس نگیری، نگی که ای تنی من بشنون یا که فراتو در هر جای دنیا که هست من میکنم، دیگران را میکنم. چخلای یک درخت نرخش در جاهای ما 10 سامانیه. کدام آدمی باشد همه آدم 10 سامانی 50 سامانش میتی. اکا برای من یک درخت بشون 40 سو میگشه، حقی نگه بیند کار کن که سال شوه. میوه در کار نیست بایمنا. مثال که من در خارجم در جای هستم نیستم، امکانی ندارم خودم برم درخت بشونم. هم خیلی یک کسی میگم همو آدم رو میکنم تو، اگر خطو بیای با خوبتر میگو که برادر ماه نمی 100 سومه 50 سومه ایتانی من یک تا درخت، یک سیب، یک نوک، یک سفیدار، یک تیرک، یک ارعر چی بشنون ایتانی من همو را کاری کنم که سال شوه یا که 2 تا بشنون. مردک 10 سومش میخره میشونش، میگوی که همین درخت ساوز شد خداوند ساوزش کنه، ساوز کشید همون میوهش خودت میخری، با همسایت میتی، با کس میتی. همین صدقه اینو من این بهترین صدقه میشه برادر عزیز. همین تصمیم برادر ایتیرما راه اندازی میکنیم. در جایی که هستی نیستی در جایی که تماس گرفته میتونی زنگ بزنی. هر یک تاجیک یک درخت، یک تا درختی میوه دار، یک تا درختی بی میوه یا که دیگر بشونه. انشاءالله که این کاری خطا نیست، این کاری ثوابه. همین را راه اندازی میکنیم برادر عزیز. دستگیری کنه، دستگیری مقصد چخیل همین کار بکنی، باشه نباشه دور باشه. اگر همینجا باشه یک تنه 10 تا بشنون هیچ گپ نداره، با اختا بشنون. یک درخت بگی بار دورتر بشنون. حاضر دین روز ما ایالق اومدیم برادر عزیز، ای قدی داره رفتیم تماشا کردیم مدیم. در همون قد داره جایی هسته که او بسیار ای نگاه کردم در خداوند در دل مداخی همینجا اولیچه بندک ویشنه میشه در همونجا. نصیب باشه ایتیرمو خدا زنده مونو فراموش نکنیم. ایتیرمو نهالی ویشنه خلاص کی در جای بشنون یک تا. اگر که کلای همراه کسی شکست یا کسی بریدش یا که خودش هم ایرشش توسط رفتن میگیره، همین کمتر او باشه و ریشش بده و تمام. همین خیلی در دل خداوند انداخت که
ای تیرما نصیب باشه فراموش نکنیم. بازم میگم در همه قدره میبرم میشونم یک تا نه یک چند تا. خداوند قوت ممتیه شاید 100 تا شاید زیادتر در هر جا میشونم اینه برای بلودم با خودم وعده دادم میشونم حتما. یعنی ببره و بلوی هو جا ای چیزی زدگی خودم اون طرف تا بلوی ببره چخلای گودک ها میخرند یگان گودک میخره یگان پرنده میخره بسیار خوبه برادر عزیز. خیلی اگه برادر بخشش ما هم خیلی کسل داریم نسبتی طبیعت نسبت درخت نسبت وطن هم خیلی بیم یک چسبیدگی داریم. برادر کسی را که معقول نیست بخشش لیکن انشاءالله که همه متوجهیم همه مسلمانیم و با همه ما معقول میشه. همین کارا راه اندازی کردن همین کارا این کار رو باید من نکنم. باید ای بالا بسیاری بگن باید رئیس ها بگن این کارا را باید ملاها بگن باید با چخل بگم با طریق امر معروف ها بسیارتر بگن در برای درخت. ما گفتیم که چسبیدگی داریم در طبیعت درخت در برای هم بسیارتر بگن که چقدر ثوابه چقدر فایده ها میره. هر چیزی که فایده بیاره ثوابه. شرط نیست که تو یک ملا را زنگ بزنی پرسی اکم یا درخت کنم چی یا درخت کنم خداوند بگه چند سوم میدیا. این خیلی گپا رو فکر کردن در کار درخت باشم خیرگو فراموش کن. خب برادر عزیز یک اطراف نشان میدین تماشا کنی. در امان الله باشید تا بازدید. چی پیدا کنیم؟ خورچ. برای خودت پیدا کن. خورچ یک جای؟ ده همونجا. یا پاکت نمیگیری برای خورچ بیاری؟ یا پاکت. تو کی هستی؟ سلام خیرنانش. برادر عزیز چند روز شد فقط بود هوای بهت خوبه. شب بگه میشوه میبره هر ساله خدا میگفتیم که با شب ببره با روز نه. باز هم خیلی هوا مدگه هر روز در نیمه دیم روز هوا هم خیلی آروم میکنه. بارون میبره شب میبره سحر هوا صاف بهت هوای خوبه. بگه میخیزی همه ترای یا بخوق میشوه همه اطراف خونه خدمت برادر عزیز خیلی حرکت کردیم خیلی ساز کردیم ولی اینجا بوغای ایرم یکم بسازه شفتالی توت اینجا شنوندگی زرگوی شفتالی توت یکم بسازه بعد نشون دیدیم برادر عزیز. موقعی ناکمو هم ساز شدگی بسیار خوش شدگی پر نشوندیم سال یکم فقط زنده شدیم سال حرکت کردیم. خب برادر عزیز حاضر یکان 10-15 دقیقه بعد بارون میاد. زنده باشه.